چه کسی 8 سال پیش بینی میکرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شود و بعد آن دوره پرآشوب و نبردها و مردمی که چشم به رسانه ها دوخته بودند. نمیخواهم اسمش را سرگرمی بگذارم. هرچه دوست دارید اسمش را بگذارید. آن همه عشق و نفرت رسانه‌ای نسبت به ترامپ. سپس 4 سال بعد آقای بایدن پیروز می شود. باز هم انتخاباتی بسیار پرآشوب و اتفاقاتی که بعد از آن رخ داد. و حالا در سال 2024 هستیم. یک انتخابات دیگر بین دو مسن‌ترین نامزد ریاست جمهوری در تاریخ. چه کسی پیش بینی میکرد که بایدن آن نبرد مناظرهاش فقط چند هفته پیش و اتفاقاتی که بعد از آن به سرعت رخ داد و بعد ناگهان وسط هیچ جا یک سوء قصد به جان آقای ترامپ و بعد با تمام این فشارها بایدن از رقابت کنار میکشد و کاملا هریس جای او را میگیرد. همه اینها همین حالا جلوی چشمان ما در حال رخ دادن است. چه کسی میداند دیگر چه اتفاقات غیرقابل پیش بینی‌ای در راه است؟ و این فقط مربوط به حوزه سیاست در ایالات متحده است. اگر به سراسر جهان نگاه کنیم، جنگ در اوکراین را داریم، جنگ در خاورمیانه که متاسفانه همچنان ادامه دارد و باز هم آینده پر از ناشناخته‌ها پیش روی ماست. بیایید به دنیای فناوری برویم. فناوری. بسیاری از ما به اندازهایی سن داریم که تولد اینترنت را حداقل برای عموم مردم در اواسط دهه 90 میلادی به یاد بیاوریم و اینکه چطور آن شروع به تغییر نحوه ارتباط ما، نحوه کسب و کار ما و تقریبا هر جنبه‌ای از زندگیمان کرد. در بسیاری جهات این تغییرات به نفع ما بود، اما همچنان تغییراتی غیرقابل پیش بینی بودند. و بعد پیشرفت‌های تصاعدی که همچنان باعث ایجاد تغییرات بیشتری می‌شوند. و به یاد بیاورید تولد یوتیوب و آمازون را. آمازون. اینکه چطور آمازون تا به امروز کسب و کار فرده فروشی را دگرگون کرد. چند فروشگاه تعطیل شدند. مراکز فرده فروشی. یک روش جدید برای انجام کسب و کار و با تمام دردسرهای رشدی که این تغییرات به همراه دارند. و حالا درباره هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. یک انقلاب جدید و این ما را به کجا خواهد رساند؟ و همه این تغییرات هم بد نیستند. بدیهی است که بسیاری از آنها بسیار خوب هستند. اما این غیر قابل پیش بینی بودن، این عدم قطعیتی که ایجاد می‌کند برای انسان همیشه آزاردهنده است، چون ما به منطقه امن خودمان علاقه داریم. این موضوع نگران کننده است. و بیایید کووید سال 2020 را فراموش نکنیم. کووید منفی 19 اواخر سال 2019 شروع شد، اما در مارس 2020 بود که به یک همهگیری جهانی تبدیل شد. و این موضوع چه تأثیری بر زندگی ما گذاشت؟ باز هم کاملا غیر منتظره بود. هیچ کس انتظارش را نداشت، اما اختلالی که ایجاد کرد غیر قابل انکار بود. بله، شاید خیلی چیزها به حالت قبل برگشته باشند، اما تغییرات زیادی وجود دارند که کاملا دائمی شدند در نحوه کار کردن ما، دورکاری و ارتباطات. صنایع مختلفی که از دل این ماجرا رشد کردند و صنایعی که سقوط کردند. و هنوز هم ما همچنان در پی پیامدهای آن هستیم. و این فهرست ادامه دارد. حالا من درباره آنچه قرار است در این کارزار ریاست جمهوری بین ترامپ و هریس رخ دهد و درباره دو قطبی شدن جامعه صحبت کردم. یعنی بعضی از این مسائل واقعا هم مسخره است و هم دردناک. اتفاقاتی که در دانشگاه‌های ما می‌افتد خدا را شکر تا حدی آرامتر شده است. اما هر طرف که نگاه می‌کنی یک نوع آشفتگی وجود دارد.
من قبلا این دوران را عصر آشفتگی نامیدم. وقتی که تیترها نوشته شوند و به گذشته نگاه کنیم فقط آشفتگی خواهیم دید. حالا واژه آشفتگی خیلی منفی به نظر میرسد. درست مثل واژه عدم قطعیت. همانطور که گفتم این وضعیت همه ما را ناراحت می کند چون ما پیش بینی پذیری را دوست داریم. ما می خواهیم بدانیم فردا چه اتفاقی می افتد. ما غافلگیری را دوست نداریم. اما این اتفاقات می افتند و در مورد ما با فناوری همه چیز بزرگتر و شدیدتر می شود. هر عدم قطعیتی حالا به یک عدم قطعیت جمعی تبدیل می شود. یک گله اگر بخواهید گلهایی از عدم قطعیت و این فقط چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کند چون همه درباره‌اش صحبت می‌کنند. این فقط احساسات درونی خودتان نیست. حالا این احساس مشترک شده است. پس چطور باید به همه اینها نگاه کنیم؟ و همانطور که عنوان این کلاس را گذاشتیم، آیا این یک نقطه عطف در تاریخ است؟ آیا ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم؟ و پاسخ این است که بله، همینطور است. و همیشه بهتر است که وقوع آن را پیش بینی کنیم تا اینکه غافلگیر شویم. پس می توانید به اختلال و عدم قطعیت به چشم یک چیز منفی نگاه کنید. میدانید من راحت هستم و ناگهان شما چیزی به من میگویید که نمیدانم و نمیدانم فردا چه خواهد شد و چه اتفاقی میافتد. یا می توانید یک قدم عقب‌تر بروید و شاید کمی از نیازتان به کنترل را رها کنید و بگویید بگذار موج‌ها را سوار شوم. بیایید مسیر را پیدا کنیم. شاید اینها نشانه‌هایی از یک نظم نوین جهانی باشند. و این نظم جدید چه کمکی میتونه به من بکنه و من چه کاری میتوانم انجام دهم تا بخشی از آن باشم و باعث شما به شکلی سالم شکل بگیرد. پس به جای اینکه اختلال به ترس و ناامنی تبدیل شود، میتواند به یک فرصت هیجان انگیز برای تغییر تبدیل شود. و دقیقاً همین رویکردی است که باید هم در زندگی شخصی و هم جمعی به مسائل داشته باشیم. در آموزه‌های عرفانی قبالا یک مفهوم جذاب وجود دارد. اول به ابری میگویم و بعد ترجمه میکنم. به آن یش میگویند. یک فرایند 3 مرحله‌ای. تمام رشدها، تمام تغییرات بنیادین، تمام دگرگونی‌ها به 3 مرحله نیاز دارند. مرحله یا پارادایمی که الان در آن قرار دارید همون مرحله اول است. مرحله سوم و آخر پارادایم جدیدی است که خلق می شود، که متولد می شود. و مرحله میانی به خلا یا فضای خالی گفته می شود. یک خلا که باعث تغییر و اختلال لازم برای حرکت از یش اول از وضعیت یا پارادایم اول به پارادایم جدید می شود. حالا چرا به این وضعیت متلاطم نیاز داریم؟ چرا به چیزی نیاز داریم که ناراحت کننده باشد؟ برای روشن‌تر شدن موضوع چند مثال می‌زنم. وقتی دانه‌ای را در خاک می‌کارید، آن دانه پوسیده و تجزیه می‌شود تا به نهال تبدیل شود و سپس شکوفا گردد. و حتی امروزه هم می‌توانید این فرایند را ببینید. می‌توانید این کار را با یک گیاه روی تاقچه پنجره‌تان انجام دهید. یک مادر برای به دنیا آوردن فرزند جدید دردهای بارداری و زایمان را تحمل می کند. تخم مرغ باید ترک بخورد تا جوجه از آن بیرون بیاید. یک قطعه طلا باید ذوب شود تا به یک زیرالات زیبا تبدیل شود. ما باید یک لایه از پوست خود را بیاندازیم تا لایه جدیدی به دست آوریم. خلاقیت زاده ناامیدی و فشار است. من همین الان چندین مثال زدم. هر جا که رشد واقعی می بینید همیشه یک اختلال یا آشفتگی قبل از آن وجود داشته است. چون این فقط یک اختلال نیست بلکه یک دگرگونی است. چون تا زمانی که الگوی قبلی را داشته باشید فقط ادامه همون را خواهید داشت. آن دانه همونطور باقی میماند. شما دانه را نمیخواهید. شما میخواهید آن دانه به گل، درخت یا گیاه تبدیل شود. به همین دلیل باید آن حالت را تغییر دهید تا به حالت دیگری تبدیل شود. و اگر این کار را نکنید
همونجا که هست بابی میماند به پروانه نگاه کنید. وقتی که از کرم ابریشم دگرگون می شود. کرم ابریشم وارد پیله می شود. مدت زمانی را در آن می گذراند. اگر ندانید، هرگز فکر نمی کنید این دو یک موجود هستند. کرم ابریشم بعداً به پروانه تبدیل می شود که می تواند پرواز کند. کرم ابریشمی که مجبور بود روی زمین بخزد. حالا به پروانه‌های سلطنتی تبدیل شده که پرواز می کند. یادم می آید کتابی خوندم که واقعاً شگفت‌انگیز بود. این کتاب برای کودکان نوشته شده بود، اما درس‌های بزرگی برای بزرگسالان درباره آگاهی، روان، پروانه و روان کرم ابریشم و سپس روان پروانه داشت. آیا کرم ابریشم می‌داند که قرار است به پروانه تبدیل شود؟ آیا پروانه می‌داند که قبلا کرم ابریشم بوده است و وقتی وارد آن حالت تاریک می‌شود، آیا می‌داند که در حال تبدیل شدن به پروانه است؟ و قرار است درد و ناراحتی وجود داشته باشد به خاطر این تغییر. و گاهی اوقات بزرگترین تغییرات بیشترین ناراحتی را به همراه دارند. لطفاً فقط یک لحظه به خرچنگ‌ها فکر کنید. دلیل اینکه آنها پوستشان را میاندازند این است که بدنشان رشد کرده و دیگر در آن پوسته احساس ناراحتی میکنند و در نهایت پوسته را میاندازند تا بتوانند پوسته جدیدی به خود بگیرند. این من را یاد یک تمثیل میاندازد. شخصی بود که شاهد باز شدن پیله بود، همونطور که کرم ابریشم در حال تبدیل شدن به پروانه بود و او میدید که پروانه برای بیرون آمدن از پیله تقلا میکند. پس از روی دلسوزی تصمیم میگیرد به پروانه کمک کند. او قیچی و چاقویی میآورد و پیله را باز میکند تا پروانه بتواند آزادانه بیرون بیاید. و به ناراحتی خودش منتظر میماند. پروانه همانطور روی شافه میماند و هرگز پرواز نمی کند و او متوجه نمی شود که چه کاری انجام داده است. بخشی از فرایند آیرودینامیکی که پروانه برای پرواز به آن نیاز دارد. فشاری است که در بالهایش ایجاد می شود. مایعی که در بالهایش پخش می شود. و این مایع از طریق تلاش پروانه برای بیرون آمدن از پیله به وجود می آید، یعنی همون تقلا و تلاش. این کار مثل ورزش دادن عضلاتش است و آن مایع بعد از این تلاش وارد بالهایش می شود تا آیرودینامیک لازم برای پرواز را به او بدهد. و با دلسوزی اشتباه خود، با بریدن پیله و حذف آن تقلا، پروانه هرگز قادر به پرواز نخواهد بود. تو فرزندت را دوست داری. فرزندت اولین قدمش را برمی‌دارد. او خواهد افتاد. حالا یک پدر یا مادر دلسوز میگوید من نمیخواهم فرزندم بیفتد و همیشه فرزندش را نگه می‌دارد. فکر می‌کنی چه اتفاقی می‌افتد؟ آن کودک هیچ وقت راه رفتن را یاد نمی‌گیرد. والد دلسوز چه کار می‌کند؟ میگوید بیا به طرف من راه برو. بیا به طرف من راه برو. تو آنجا خواهی بود. دست کودک را نمی‌گیری، فقط آنجایی تا نشان بدهی کنارش هستی. کودک چند بار می‌افتد اما بعد یاد می‌گیرد راه برود. این همون حکمتی است که باید از یش قدردانی کنیم، اینکه بفهمیم اختلالات عدم قطعیت، غیر قابل پیش بینی بودن و همه این واژه‌ها و تجربه ها در واقع پله‌هایی برای رشد فوق‌العاده هستند. وقتی در اون موقعیت هستی ممکن است خیلی ناراحت کننده باشد، اما به همین دلیل باید به تصویر بزرگتر فکر کنی. حالا البته ممکن است بگویی خب پس درباره تراژدی ها و اتفاقات وحشتناکی که برایمان میافتد چه؟ ما هیچ کدام به دنبال توجیه تراژدی نیستیم. نمیخواهیم آن را عقلانی جلو بدهیم. ما میخواهیم بفهمیم وقتی اتفاقی افتاد چطور میتوانی آن اختلال، آن ناراحتی را بگیری و به چیزی تبدیلش کنی. پس منظور این نیست که دنبال به هم ریختگی و اختلال در زندگیمان باشیم. ما داریم درباره چیزهایی صحبت میکنیم که سر راهمان قرار میگیرند. شناگر خوب کسی نیست که هیچ وقت طوفانی سر راهش قرار نگیرد. تفاوت بین یک شناگر خوب و بد این است که هر دو دارند شنا میکنند و در آن لحظه شاید نتوانی تفاوتشان را ببینی. به قول وارن بافت تا زمانی که آب پایین نرفته نمیفهمی چه کسی لاخت شنا میکرده. بعد طوفان میرسد. شناگر بد به خاطر بی‌تجربگی سعی می‌کند با جریان آب بجنگد
تا جایی که کاملا هسته شود و معلوم نیست چه بلایی سرش بیاید. شناگر خوب متوجه می شود. می گوید الان وقتش نیست که بخواهم با زور شنا کنم. باید رها کنم. روی آب می مانم و با موجها همراه می شوم. بلد است چطور. هر موقعیتی را مدیریت کند. این را در ورزشکاران بزرگ هم می بینید. فقط قدرتشان نیست، بلکه بلد بودن مسیر و واکنش درست نشان دادن است. در ارتباطات هم همینطور است. فقط داشتن ابزار کافی نیست، بلکه باید بلد باشی انعطاف پذیر باشی و بتوانی با فراز و نشیب‌ها، پیچ و خم‌ها و حتی عدم قطعیت‌ها کنار بیایی و آنها را مدیریت کنی. پس وقتی با عدم قطعیتی روبرو میشوی که نمیتوانی با آن بجنگی، یعنی اگر چیزی هست که میتوانی حلش کنی، حتما حلش کن. اما اگر چیزی هست که نمیتوانی حلش کنی، شاید اصلا نباید سعی کنی اون را حل کنی. یاد بگیر با آن کنار بیایی، از دلش عبور کن. این همون راهی است که واقعا باعث رشد ما میشود. پس وقتی به دنیای امروز نگاه میکنیم، مخصوصا اگر هر لحظه اخبار را دنبال کنی که من اصلا توصیه نمیکنم، حتی شدیداً مردم را از این کار منع میکنم، چون این کار فقط ناامنی‌ها و ناشناخته‌ای ما را بیشتر میکند و ترس را در دل ما میاندازد. شاید این کار برای آدم‌های فضول یا برای سرگرمی خوب باشد، اما از کی تا حالا فضولی و سرگرمی بهترین راه برای تحریک خودت بوده؟ آدم خردمند چه کار میکند؟ همانطور که در تلمود آمده، چه کسی خردمند است؟ کسی که زایش را میبیند. او زایش را میبیند. او پیامدها را میبیند. او نتایج را میبیند. او به بارداری نگاه نمیکند. او نگاه میکند که این چه چیزی به همراه دارد. او یک تخم مرغ میبیند، میداند که این قرار است جوجهایی به دنیا بیاورد. اگر اختلالی ببیند، میداند که چیز دیگری قرار است ظاهر شود. به آینده نگاه کردن، به تصویر کلی نگاه کردن. اختلال در صحنه سیاسی، در فناوری، در جهان، در اقتصاد و بسیاری حوزه‌های دیگر فرصتی است برای اینکه ببینیم بله آنجا ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری. و واقعا داریم به کجا می رویم؟ پس این یک پیشبینی نیست. این بر اساس درک من از خواندن متون به سوی یک انقلاب معنوی است. چون اگر به همه این اختلالات فکر کنید، ببینید وجه مشترک همه‌شان چیست. اینکه نظم موجود یک مشکلی دارد. میدانید ما از درد خوشمان نمی آید. این دقیقاً مثل اختلال است. اما درد یادآور این است که یک علامت خطر وجود دارد. یک چیزی هست، یک زنگ بیدار باش. باید کاری برایش انجام بدهی. وقتی اطراف را نگاه می‌کنی، اختلالات را می‌بینی، همه مربوط به نظم قدیم جهان هستند که شامل تفرقه، مادیگرایی و چیزهایی است که باعث تنش می‌شوند. پس راه حل چیست؟ چطور می‌توانی دما را پایین بیاوری؟ می‌توانی با درمان علائم دما را پایین بیاوری. فرض کنیم دو نامزد ریاست جمهوری بنشینند و بگویند از این به بعد ما با احترام رفتار می‌کنیم. نمی‌گویم این واقع بینانه یا عملی است. آیا این مشکلات ما را حل می‌کند؟ قطعاً این کار خیلی امیدوار کننده و دلگرم کننده خواهد بود. حتی اگر واقعاً اتفاق بیفتد. اما ریشه واقعی مشکلات این است که واقعاً برای چه چیزی ایستاده ایم؟ وقتی اوضاع راحت است و ما موفق و کامیاب هستیم، لازم نیست. این سوال را از خودمان نمیپرسیم. اما وقتی اوضاع راحت نیست، این همون سوالی است که باید از خودمان بپرسیم. ما برای چه چیزی ایستاده ایم؟ یادم هست در دوران کرونا از جوانها میپرسیدم. در خیلی از جلسات زوم بودم و میگفتم ما برای چه چیزی ایستاده ایم؟ بازی‌های ویدیویی، مسائل جنسی، پول، قدرت، کنترل یا ارزش‌های والاترمان. درست همان زمانی که پدران بنیانگذار تحت فشار بودند چون پادشاه جورج کوتاه نمی آمد و اجازه نمیداد آنها آزادانه زندگی کنند و آنها را سرکوب می‌کرد. در همان زمان بود که آنها بالاخره تصمیم گرفتند استقلال خود را اعلام کنند. این را میشد در لحنشان دید، حتی تا حدی عذرخواهانه بودند.
میگفتند ما باید توضیح بدهیم چرا داریم استقلال اعلام میکنیم. چرا نمیتوانیم با میزبانمان پادشاه جورج بریتانیا راحت باشیم؟ به خاطر سرکوب، به خاطر در همونطور که از قوم یهود یاد میگیریم، اولین سرکوبی که در کتاب مقدس ثبت شده در مصر، باردگی و تبعید مصری گفته شده. هرچه بیشتر آنها را سرکوب و آزار دادند، به همان نسبت شکوفا شدند و رشد کردند. چون آنها عین را دیدند، آنها وضعیت دردناک را به عنوان زایش چیزی بزرگتر می دیدند و اندوه و درد و تنگنای خود را به نیروی عظیم و قدرت تبدیل کردند. آیا میگوید از تنگنایم به تو فریاد میزنم و تو از فراخیات به من پاسخ میدهی؟ تنگنا باعث گسترش می شود چون این قدرت را دارد. وقتی راحت هستیم، بیشتر روی یک سطح صاف قرار داریم. چه چیزی ما را به جلو حل می دهد؟ چه چیزی ما را پیش می برد؟ این فشار و مقاومت است که بزرگترین نیروها را در ما آشکار می کند. می بینید این دقیقاً جوهره سد است. آب را سد می کنید. جلویش را می گیرید و این آب جمع می شود و جمع می شود و ناگهان می بینید که فقط یک جریان کوچک آب تبدیل به نیروی عظیم می شود. تمام مقاومت ها همین کار را می کنند. ما هم دقیقاً در همین وضعیت در زندگیمان قرار داریم. اما باید از طرز فکر لحظه‌های رضایت فوری، فضای فوری و ذهنیت نتایج آنی بیرون بیایید، چون این طرز فکر میگوید خب الان باید چه کار کنیم تا از این فرصت همین الان بهره برداری کنیم. من راحت هستم. من راحت نیستم. اما آنهایی که تولد را میبینند، آنهایی که تصویر بزرگتر را میبینند، همانها هستند که واقعاً از یک پارادایم به پارادایم دیگر سود خواهند برد. پس انقلاب معنوی یعنی نیازهای مادی ما همین حالا هم توسط ماشین‌های زیادی، حتی بیشتر از آنچه تصور می‌کنیم، برآورده شده است. اما با پیشرفت هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها از بیشتر فعالیت‌های روزمرهمان آزاد خواهیم شد. حتی از برخی کارهای والاترمان هم آزاد خواهیم شد. در نهایت چه چیزی برای ما باقی میماند؟ همون چیزی که ما را در ارزش‌های والاتر و تعالیمان منحصر به فرد می‌کند. این همان نظم نوین جهانی است، اما باید خودمان را برای آن آماده کنیم. نمی‌خواهیم که این اتفاق، لازم نیست این موضوع ما را غافلگیر کند. هرچند تلمود میگوید این اتفاق غافلگیر کننده خواهد بود. چون ذهنیت فعلی ما با هیچ چیز متفاوتی ارتباط برقرار نمی‌کند و حتی تصورش را هم نمی‌کنیم. پس وقت آن رسیده که شروع کنیم به تصور کردن، به رویا پردازی درباره دنیایی بهتر، واقعیتی بهتر. و این فقط با یک واقعیت بهتر شروع نمی شود. مثل اینکه چطور پول بیشتری در بیاورم، چطور یک ماشین اضافه بخرم، چطور راحتی بیشتری برای خودم و خانواده‌ام فراهم کنم. این است که یک چشمانداز معنوی برای خودتان و خانوادهتان ایجاد کنید. نه اینکه فقط همون کارهای قبلی رو تکرار کنید، چون در این صورت فقط همون الگوی قدیمی ادامه پیدا میکنه. چیزی جدید، چیزی تازه، ابتکارات جدید، برنامه‌های پیشگامانه جدید. یک کلاس راه بیاندازید یا میزبان یک برنامه را در خانه‌تان شروع کنید. در کاری شرکت کنید که قبلا انجام نداده اید. هر روز یک پیام زیبا از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید. منظورم این است که این فهرست ادامه دارد. خلاق باشید، اما خارج از چارچوب فکر کنید. فراتر از زمان حال فکر کنید. فراتر از شرایط فعلی فکر کنید. اصطلاحات جدید. بزرگترین، تازه‌ترین و هیجان انگیزترین چیز این است که وقتی منابع جدیدی را کشف می‌کنید و ابزارهای جدیدی یاد می‌گیرید. حتی اگر با ابزارهای قدیمی راحت باشید، اما ناگهان کسی یک ابزار جدید به شما نشان می‌دهد که قبلا در مجموعه ابزارهایتون نداشتید و با خودتان می‌گویید وای، با این چه کارهایی می‌توانم انجام بدهم، و ناگهان متوجه می‌شوید که این ابزار می‌تواند کارهایی انجام دهد که ابزارهای قدیمیتان قادر به انجامشان نبودند. به این می‌گویند رشد. به این می‌گویند باز کردن خود به روی امکانات جدید و داشتن شجاعت برای انجام این کار.
لازم نیست صبر کنیم تا موج فروکش کند. لازم نیست برای هر اختلالی منتظر بمانیم. به اندازه کافی درگیر مسائل مختلف هستیم. پس وقتی مردم میپرسند مثلا چطور با این همه عدم قطعیت و ناراحتی کنار بیایم، هر روز اخبار را تماشا میکنم، فاکس، CNN، اما CNBC را میبینم، دقیقاً همین است. کل طیف همینجا پوشش داده شده است. نمیدانم به چه کسی باید اعتماد کنم. هر کسی روایت خودش را دارد. این یکی طرفدار فلانی است، آن یکی مخالف آن یکی. هیچ جایی برای دیدن این موضوع وجود ندارد که هر طرف هر جناحی ویژگی هایی دارد. نه، یا طرفدار این یکی هستی یا مخالف آن یکی. چرا نمیتوانی بگویی اینجا یک سری مزیت‌ها هست و اونجا هم یک سری مزیت‌ها؟ چون مردم باز هم فقط از دیدگاه محدود و جناحی خودشان فکر میکنند. اختلال قرار است تو را از صحنه خارج کند، بفرستت بالای کور. از بچه‌های کوچکت بپرس واقعا مهم است که کدام رئیس جمهور قرار است رئیس جمهور شود. آنها حتی فرقش را هم نمیدانند. و من نمیگویم که هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما بحث این نیست. نکته این است که تمرکز ما باید روی این باشد که میدانی من برای چی میجنگم. نه برای این نامزد ریاست جمهوری یا آن یکی. نه برای این تیم ورزشی یا آن تیم ورزشی. نه برای این قهرمان یا آن قهرمان. من برای ارزش‌های بالاتر میجنگم. ما برای چه چیزی ایستاده ایم؟ چه چیزی را داریم در خودمان و فرزندانمان درباره مأموریت زندگیمان تزریق می‌کنیم؟ چرا اینجا هستیم؟ چطور می‌خواهی مهارت‌هایت را به کار بگیری تا گوشه‌ای از دنیایت را دگرگون و زیبا کنی؟ چطور می‌خواهی سفیر نور باشی؟ پس به جای واکنش نشان دادن، به جای اینکه منفعل باشی، فعال و پیشقدم شو. میدانم که این هم نیاز به یک تغییر نگرش دارد. و دقیقاً به همین دلیل است که این احساس ناراحتی رو داریم تا ما را از اون جای راحت بیرون بکشد. و من قبلا هم این رو به اشتراک گذاشتم. یادم میآید وقتی بچه بودم. آن تابستان شنا یاد گرفتم. ما یک استخر شنا داشتیم. گاهی هم کنار دریاچه یا دریا بودیم. بعد تصمیم گرفتم، نمیدانم، شاید 8 یا 9 سالم بود که میخواهم شیرجه زدن یاد بگیرم و من دیدم که بعضی‌ها شیرجه میزنند. خیلی از ظرافتش خوشم میآمد. شیرجه بود. شیرجه مسابقه‌ای هم بود. انواع مختلف شیرجه را یاد گرفتم. یادم میآید با کلی هیجان رفتم روی تخته شیرجه و آماده شدم که بپرم. اما ناگهان ترس شدیدی سراغم آمد. نمیتوانستم خودم را راضی کنم که بپرم توی آب. و اصلاً هم بلندی نبود. خب برگشتم پایین. بیایید دوباره این کار را انجام دهیم. دوباره روی تخته شیرجه. همون داستان. خشکم زد. گفتم باشه تا 10 میشمارم. 1 2 3 10. نه. گفتم تا 100 میشمارم، تا 1000 میشمارم. خودتون میدونید چطور پیش میره. و روز به روز توی تابستون هیچ جوری نمیتونستم خودم رو راضی کنم که شیرجه بزنم. تابستون تموم شد. برگشتم خونه. دیگه واقعا توی سال فرصت شنا کردن پیدا نکردم. تابستون بعدی خب حالا بزرگتر شدم. با خودم گفتم میدونی چیه؟ حالا که میخوام برم روی تخته شیرجه، چرا نایستم لب استخر و فقط نپرم تو؟ باز هم نتونستم خودم رو راضی کنم. مشکل چی بود؟ با خودم گفتم بلدم شنا کنم. اصلا ترسی از آب نداشتم. وقتی زیر آبم و پام روی زمین است، پس مشکل بزرگ چیه؟ بدترین اتفاق ممکن چیه؟ میافتی تو آب، همونطور که میگن شیرجه شکمی میزنی. یعنی همون افسانه قدیمی که میگفتن اگه تازه صبحونه خورده باشی و شیرجه بزنی، شکمت میترکه. از چی من میترسیدم؟ یه چیزه اگه کسی بهم بگه باشه من از آب میترسم، مردم این جمله رو به کار میبرن، من نمیخوام برم توی آب. مسئله این نبود. پس تصمیم گرفتم یه حق دارم. میخوام بشینم. به جای اینکه وایستم میخوام لب استخر بشینم و فقط خودمو بندازم تو. این نباید سخت باشه. دوباره شروع کردم به شمردن. همون مشکل با شمردن تا اینکه یه اتفاقی افتاد. میدونی چی شد؟ داشتم مینشستم و میشمردم و یه دوستی داشتم که با یه کار منو از عذابم نجات داد. چی کار کرد؟ یواشکی از پشت سرم اومد و وقتی داشتم این کار رو میکردم منو هل داد تو آب و همین بود. وقتی منو هل دادن تو آب، هی
تونستم وایستم و شیرجه بزنم. برگشتم به تخته شیرجه. یاد گرفتم چطور شیرجه بزنم. این مدل شیرجه، اون مدل شیرجه. دیگه هیچ وقت مشکلی نداشتم. و همیشه تا امروز برام سوال بود که مشکل چی بود. و فهمیدم مشکل اون آهنیه که بین یش و یش بود. بله، من بلد بودم چطور روی زمین بایستم و بلد بودم چطور توی آب باشم. اما اون کسری از ثانیه که نه روی زمین بودم و نه توی آب، ناخودآگاه ذهنم افل میکرد. از ترس فلج میشدم. چون اون همون ناشناخته است. اون لحظه‌هایی که معلقی و نمیدونی چی میشه. وقتی توی آب باشی دیگه مشکلی نیست. وقتی هم روی زمین باشی مشکلی نیست. پس یه ترس خاصی وجود داره که هممون باید از اون منطقه امن خودمون خارج بشیم و به همین دلیله که گاهی لازمه کسی ما رو حل بده. اما منظورم این نیست که کسی برخلاف میلتون شما رو حل بده. من میگم از کسی که بهش اعتماد داری دعوت کن که یه لگد بهت بزنه تا حرکت کنی. این پیام اصلی من هست. بله. بذار این اختلال‌ها ما رو به جلو هل بدن. مثل یه کاتالیزور، یه سکوی پرتاب برای رشد فوق‌العاده. رشدی بی سابقه. این کاریه که ضرب‌الاجل‌ها انجام میدن. به عنوان یه نویسنده میتونم اینو بهتون بگم. به عنوان یه سخنران، اگه ضرب‌الاجل نداشته باشی، اگه برنامه نداشته باشی، هنوزم بعد از 20 سال مینشستم و فکر میکردم. شاید اینجوری، شاید اونجوری. به اون فشار نیاز داری. یه زیتون تا فشارش ندن روغن نمیده. و دوستان من، این همون چیزیه که الان توی زمان ما داره اتفاق میافته. این اختلال، این عدم قطعیت همه جا هست. ما داریم یک نقطه عطف تاریخی رو تجربه میکنیم. 2 تا انتخاب پیش رومونه. البته میتونم بگم 3 تا. یا میری توی انکار و خودتو قایم میکنی و کل ماجرا رو نادیده میگیری. یا کاملا از این عدم قطعیت به هم میریزی و از هم میپاشی. یا این عدم قطعیت رو تبدیل به سوخت روشدت میکنی و بخشی از شکل دادن به سرنوشت در حاله. شکلگیری زندگی خودت و زندگی دنیا میشی. و یک فکر خوب، یک کلمه خوب و یک عمل خوب میتونه کفه ترازو رو تغییر بده و رستگاری فردی و جهانی رو به ارمغان بیاره. خیلی ممنونم. این سایمون جاکوبسون از meaninglife.com بوده است. لطفاً در این برنامه و همه برنامه‌های ما از جمله کانال یوتیوب ما عضو بشید. لطفاً این رو با دیگران به اشتراک بذارید. و خیلی دوست دارم نظرات، افکار، کامنت‌ها، سوالات و حتی مخالفت‌های شما رو بشنوم. پس بیاید ادامه بدیم. ابتکار عمل داشته باشیم. فعال باشیم و برای ناشناخته‌هایی که پیش رو داریم هیجان زده باشیم. چون این مسیر ما رو به بهترین آینده ممکن میرسونه. سلامت باشید و پر از برکت. این برنامه توسط مرکز زندگی معنادار ارائه شده است. لطفاً به ما کمک کنید تا برنامه هامون رو ادامه بدیم. حتی با یک کمک مالی کوچک در meaningfullife.com/donate مشارکت کنید.